سلام دوستای عزیز نازنین، امید که همه‌شون لباس عافیت به تن داشته باشین، شاد و خرم باشین دوستا. امروز تقریبا 11 رمضان است. خواستم که یک ویدیوی کوچک بگیرم از امی ترمینال فعلی جاغوری. موقعیتش هم امی کلینیک شهدا، یعنی دیوار کلینیک شهدا است دیگه. نمی اده کاسترا یعنی اینجا هست، باز اونجا اتوبوس ها است. فعلا موتر کم است چون ماه رمضان است، مسافرین کم است دیگه. انشالله همونجا از وقت کم کم بروبار میشه اینجا دیگه. عرضم به حضورتان که نمایندگی ها خود طرف بیرون است، این خودمو حیاتش است دیگه. اون ساختمانی که میبینید دوستا قرار است که طبقه اولش خو حمام است، طبقه دوم و سومش یک رستوران در مدرن در جاغوری جور شده. باز قرار است که اونجا یک حوض آببازی جور شده دیگه. اینا بخیر جاغوری جانم کم کم جور میشه دیگه. دوستایی که خارج از افغانستان است، کشورهای اروپایی است دیگه، به یاد جاغوری اینمی ویدیو رو بینگرنین، سعی کن برادر، لایک کن، سابسکرایب کن تا که ما تشویق شوم ویدیوهای جالبتر و خوبتر و بهتر بگیرم برایشون آپلود کنیم. انشالله موفق و ماندگار باشین.